بیننده برنامه اخباری آزادی هستید. درود. امروز 17 میلیون است و خبرهای نوی تاجیکستان و جهان دوام 15 دقیقه آینده نشر خواهد شد. نگاه به سرخط خبرها. صبح امروز ماشین خدمتی علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان به دریای 5 سرازیر شد. جستجوی ماشین و 4 همراه رئیس ولایت ادامه دارد. بر اساس قانون نو عفو هزارها نفر از زندان و بازداشتگاه‌های تاجیکستان آزاد و مهلت حبسی تعداد دیگری کم خواهد شد. رهبر حزبی منشوده نهضت اسلامی اصرار می‌ورزد که زیر فشار دوامدار حکومت تاجیکستان این گروه سیاسی را به جنبش مردمی تبدیل می‌دهند. قربانی اساسی و قربانی خیلی هم حالا وزندار این همه روند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. صبح امروز ماشین خدمتی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزان‌آباد به دریای 5 سرازیر شد. جستجوی ماشین و سرنشینان آن ادامه دارد. در خبری که دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ساعت پیش نشر کرد، گفته می شود که هنگام فاجعه در داخل ماشین خود رئیس ولایت، یاردمچی او سعدانشاه جنابیلچایف، اینچنین همسر و یک فرزند علیشیر میرزان‌آباد قرار داشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر این خبر سبب رخ دادن فاجعه را در سرعت بلند حرکت ماشین تمغه لند کروزر 200 نامیده گفته است. راننده سینا مبارکشایف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده در کیلومتر 282 شاهراه دوشنبه خاروق در بین دهه‌های زیغر و یخچیسار ناحیه درواز به صدمه دچار گردید. حادثه را پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان تحت نظارت گرفته با دستور او وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف، رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده رجب علی رحمانعلی و دیگر شخصان مسئول به جای حادثه رفتند. علیشیر میرزان‌آباد معاون رئیس مجلس ملی است و برای شرکت در جلسه پلات بالای پارلمان به دوشنبه آمده بود. علیشیر میرزان‌آباد 46 ساله است و از سال 2021 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پیش از آن معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بود. بر اساس قانون نو عفو هزارها نفر از زندان و بازداشتگاه‌های تاجیکستان که از سوی سازمان‌های بین المللی تنگ و با شرایط ناخوب تصویر شده‌اند آزاد و مهلت حبسی تعداد دیگری کم خواهد شد. قانون را روز 16 میلیون قبول کردند. همکارم کیومرث عطا متن پوره آن را دید و در گزارش خلاصه کرد که کیها شامل عفو می‌شوند. طبق قانون عفو شخصانی که از بی احتیاطی جنایت کردن یا بار اول دست به جنایت‌های نچندان وزنین زده تا 5 سال زندانی گشتند از ادای جزا پرره آزاد کرده می‌شوند. اینچنین مهلت باقی مانده حبس آنهایی که برای جنایت‌های وزنین محکوم شدند از 3.1% و جنایت‌های مخصوصاً وزنین از 4.1% کم کرده می‌شود. سند عفو آنهایی را که برای قاچاق مواد مخدر به مقدار کم پس پنجره رفتن نیز فرا خواهد گرفت. در قانون عفو آمده است شخصانی که با گناه مبلغ گذاری تروریسم متهم شدند شامل عفو میشوند اگر به شرطی که مبلغ گذاری تا 1000 سامانی یعنی برابر به تقریبا $100 آمریکا باشد. همچنین مهلت حبس کسانی که از جمله برای افراطگرایی عضویت در سازمان‌های ممنوع و تعلیم غیر قانونی دین از آزادی محروم کرده شدند 3 سال کم می شود. استثناء این است که اگر در پرونده چنین محکوم شده ها ماده های دیگری کودکس جنایی از جمله کشتار، زرخریدی و شرکت در جنگ کشورهای دیگر نباشد. با نظر داشت طلبات معیارهای مقرر نموده قانون مذکور زنان، نابالغان، مردانی از 55 ساله بالا، معیوبان، شخصان گرفتار بیماری‌های وزنین، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصانی با آنها برابر کرده شده اشتراکچیان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت‌ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و برطرف‌سازی عاقبت‌های آن ضرر دیدند، شخصانی که مکافات‌های دولتی دارند و شهروندان خارجی از ادای جزای محروم ساختن از آزادی و از ادای دیگر جزاها آزاد کرده می‌شوند.
در حال حاضر در زندان‌های تاجیکستان بیش از 500 زن نگاه داشته می‌شوند. از این تعداد تقریباً 250 نفر پرره آزاد و مهلت حبسی باقی مانده ها 3 ساله کم می‌گردد. از 134 نابالغی که ادای جزا می‌کنند 99 نفر به آزادی خواهند برآمد. طبق قانونگذاری تاجیکستان تطبیق قانون عفو نسبت به هر محکوم شده در علاهیدگی و با نظرداشت پرونده همان شخص تطبیق می‌شود. حالا معلوم نیست که قانون نسبت به مخالفان و فعالان زندانی حکومت نیز اجرا خواهد شد یا نه، اما در گذشته بر اساس قانون عفو مهلت زندانی تعداد انگشت‌شمار آنها کم شده بود. مقامات تاجیکستان و نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی و چهره‌های شناخته که در دایره پرونده تبادلات از آزادی محروم شدند تا حال نگفتند که آنها شامل قانون عفو می‌شوند یا نه. سال 2024 در تاجیکستان گروهی کلانی از منصبداران، سیاستمداران سابق از جمله معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات شاکر جان حکیموف به مهلت طولانی زندان محکوم شدند. دادگاه گفت که آنها برای خیانت به دولت و تهیه نقشه غصب قدرت جزا گرفتند، ولی خود آنها و نزدیکانشان همگونه خلافکاری را رد نمودند. جنایت‌هایی که این افراد در صادر کردنش گناهکار دانسته شدند از طرف حکومت از جمله عضویت در سازمان‌های ممنوع و قصد تبادلات به گروه جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین شامل می‌شوند. قانون نو عفو آزادی این گونه محبوسان را پیش بینی نکرده احتمال مهلت حبسشان را کم می‌کند. از جمله انتظار می‌رود که مهلت حبسی روزنامه‌نگار زندانی رخشان حکیمووا همچون زن تا 3 سال پایین آورده شود و اتهام مقامات را اعتراف نکرده است. شخصانی که به حبس ابد محکوم شدند شامل قانون عفو نمی‌شوند. مخالفان حکومت در بیرون از تاجیکستان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی همواره مقامات تاجیکستان را برای زندانی کردن تعداد زیادی آدمان و آن هم به سال‌های طولانی تنقید می‌کنند. و 10 سال پیش در اولهای ماه ایون و در پس درهای بسته 14 عضو بلندپایه حزب حال و فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی را در تاجیکستان به سالهای دراز زندان محکوم کردند، از جمله با اتهام تروریسم و تلاش برای غصب قدرت. 8 نفری آنها از جمله وکیل سابق مردمی سید عمر حسینی، محمد علی حید، رحمت الله رجب و حکمت الله سیف الله زاده هنوز در زندان هستند. خبرنگاران رادیو آزادی این موضوع را پیگیری کردند و قبل از برنامه در این باره صحبت داشتم با همکارم طاهری سفر و از اون نخست درباره نظر رهبران حزب پرسیدم. واقعا مهمه گذشته حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با نشر یک بیانیه اعلام کرد که کلمه حزب را از نامیان گروه سیاسی برداشت و اکنون نامش نهضت اسلامی تاجیکستان است. به قول رهبران حزب سبب تغییر نام مطابق شوی با شرایط مهاجرت، تغییرات گلوبالی و منطقوی نسبت به حزب و حرکت‌های سیاسی دینی، ایجاد توازن بین دین و سیاست و کاهش تنش‌ها بین ارزش‌های ملی و مذهبی در جامعه است. اما اگر به گذشته برگردیم، مومن حزب را بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 که 40 کشته بر جای گذاشت ممنوع اعلام کردند. دادستان کل حزب نهضت را طرحریزی آشوب‌ها نامید و دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی نامید و فعالیتش را ممنوع کرد و 14 عضو ریاست حزب نیز در همان ماه سپتامبر دستگیر شدند. محیدین کبیری رئیس حزب میگوید همه این اتهامات بی اساس است و سبب اصلی منع فعالیت حزب راه ندادن به دیگراندیشی در تاجیکستان بود. در تاجیکستان اگر رشد افکار و جامعه و گوناگون اندیشی و باسوادی بالا رفتن بگیرد، اونها با این فرهنگ و با این روش حکومتداری طولانی نمیتوانند حکومتداری کنند و باید که حکومت عوض شود. برای آنکه در جامعه در صحنه رقیب نباشد، نه در صحنه سیاسی، نه اقتصادی، نه فرهنگی، حتی اینها دست به چنین عملها زدند که قربانی اساسی و قربانی خیلی هم حالا وزندار این همه روند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا زمان ممنوع اعلام شدنش به گفته رهبرانش 40,000 عضو داشت و پس از حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان بزرگترین حزب سیاسی کشور بود. سوال دیگر از همکارم این بود که چرا حکومت تاجیکستان و رهبران حزب خلقی دموکراتی که صدها هزار عضو دارد از حزب نهضت بیم داشتند و می‌خواستند که دیگر نباشد؟ بسیاری از شارحان سیاسی هم در زمان بسته شدن حزب میگفتند که حکومت تاجیکستان از ترس افزایش نفوذ حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم رأی زیاد گرفتن آن در انتخابات ترسیدند. استیو سویرلاف، یکی از حامیان شناخته حقوق که آن زمان به تاجیکستان هم رفت و آمد میکرد، در این باره به رادیو آزادی گفت:
всего лишь имела 2 кресла, 2 места. حزب مخالف نهضت اسلامی در پارلمان فقط 2 کرسی داشت و عملا این هیچ چیزی نیست. آنها هیچ تهدیدی نداشتند، ولی در سر رهبران و در سر رهبر اساسی ترس پیدا شد که باید حکومت را در دست نگه دارد و میدان سیاسی را از تمام رقیبان پاک کند. Чистит политическое поле от любых политических оппонентов. عین نظر شورای سیاسی آسیای مرکزی بروس پنیر در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت و گفت که حکومت تاجیکستان برای تمام اتهاماتی که به ضد رهبران حزب نهضت اعلان کرد و آن را افراطی نامید دلیلی ثابت نیاورد که مردم باور کنند. به عقیده بروس پنیر هم از صحنه سیاسی بیرون کردن حزب ممنوع نهضت اسلامی راه ندادن به دیگر اندیشی و به میان آمدن یک رقیب قوی حزب حاکم در صحنه سیاسی تاجیکستان بود. آنها حزب را به تمام بستند، ممنوع و افراطی اعلان کردند و گفتند که کسی نباید عضو آن باشد. پس از 10 سال این برای تاجیکستان چی معنی دارد؟ این دومین حزب بزرگ تاجیکستان بود و دومین حزب بزرگ سیاسی در کشور از بین رفت. واقعا آن صدایی که میتوانست در بعضی مسائل حکومت را به چالش بکشد از بین رفت. The only one that really had a voice that could challenge the government on some of the things that they do is gone. ولی حالا با تغییر نام به گفته نمایندگان اکنون نهضت اسلامی تاجیکستان آنها از صحنه سیاست خارج نمی شوند، بلکه فعالیت خود را به واقعیت‌های نو مطابق کرده از قالب تنگ یک حزب به یک شیوه حرکت ملی، فکری، اجتماعی و سیاسی می‌گذرند. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره تحولات اخیر در صف‌های مخالفین حکومت تاجیکستان و به ویژه حزب ممنوع نهضت اسلامی تفصیلات داد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میگوید سازشنامه‌ای که باید میان واشنگتن و تهران امضا شود ایران را از حق داشتن سلاح هسته‌ای محروم میکند. یک مقامدار دیگری آمریکایی گفته است که در صورت امضا شدن همزمان این سازشنامه به ایران حق میدهد که نفت فروشد. همکارم خیرامان بقازاده گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم میکند. ایران صاحب سلاح هسته‌ای نمی شود و حق دارد که نفت فروشد. از جزئیات سازشنامه هست که این کشور با آمریکا باید امضا کند. آنجا گفته شده است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این ثبت است. سلاح نمیخرند، نمیسازند و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. 99.9% آن چیزی که من میخواستم. یک مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که این سازشنامه به ایران حق می‌دهد فوراً پس از امضای آن به فروش نفت آغاز کند. تفاهم نامه که هنوز نشر نشده است، آتشبس ماه اپریل را برای 60 روز تمدید می کند و هر دو جانب در این مدت برای گفت و شنید جهت رسیدن به صلح دائمی مذاکره می کنند. بر اساس سازشنامه آمریکا محاصره راه‌های آبی ایران را قطع می کند و ایران تنگی هرمز را برای کشتیرانی باز می کند. ایران بارها گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است، اما مسئله موشک‌های بالستیکی ایران و حمایتش از گروه‌های مسلح ضد اسرائیل هنوز حل نشده است. اسرائیل در این مذاکره حضور ندارد. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته است که این سازشنامه ربطی به آنها ندارد، ولی جی دی وینس معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که این سازشنامه آتش بس در لبنان را نیز در بر میگیرد. آنجا اسرائیل ضد گروه مسلح حزب الله که در آمریکا و اروپا سازمانی ممنوع است می‌جنگد. مقامات ایالات متحده آمریکا و ایران گفتند که این سازشنامه میتواند سبوکی‌های بزرگ اقتصادی را برای ایران از جمله کاهش تحریم‌ها و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده را باز کند. احتمال این سازش راهی را برای سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران هموار کند. یک منبع معتمد به خبرگزاری رویترز گفته است که بخشی از مبلغ‌های مسدود شده به ایران منتقل می شود. در همین حال نرخ نفت در بازار جهانی به پایان‌ترین نقطه در 3 ماه اخیر رسید. تاکنون سرمایه گذاران نگران بودند که تا کجا جنگ پایان می یابد و تنگی هرمز باز می شود. کارشناسان می گویند برای به سطح پیش از جنگ رسانیدن استخراج و کارکرد و انتقال نفت از خاورمیانه ماها لازم می شود. انتظار می رود که تنگی هرمز روز 19 ایون باز شود. سپاس که تا به پایان اخبار آزادی اینجا بودید. اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید، سامانه آزادی آرگ و صفحه های رادیو آزادی در تیک تاک، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما بود.